گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه هجرت کردند، اولین کاری که کردند به عمارت مسجد شروع کردند و مسجدشون در مدت 12 روز به انتها رسید. و این مسجد به کدام کارها استفاده میشد؟ یعنی یگانه مقر و جایی که مسلمان ها وا میخورند با حاکم خود و آنجا تمامی مسئله های دولت و خلق در آنجا مسئله گذاری می شود. این مسجد بود. اولین وظیفه‌ای که مسجد اجرا میکرد این عبادت بود. در آنجا 5 وقت نمازهای فرضی خوانده میشد و این چنین برای نمازها درش همیشه باز بود. مردم کی خواهند آمده در آنجا الله تعالی رو ذکر میکردن، عبادت میکردن. مثلا اعتکاف هم از جمله عبادت است. الله تعالی و طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، خانه های مرا برای طواف کننده ها، این علل خصوص مکه، و اعتکاف شیننده ها و به سجده نماز خوان رکوع کننده ها، یعنی مراد نماز خوان ها، تازه نگاه دار، خانه ها را تازه نگاه داره. یه امر الله تعالی که مسجد باید تازه آزاده باشه، به این سپارش داد. خب خلاصه یک قسم وظیفه اساسی مسجد این عبادت بود. این چنین جای دادن به ضعیفان و فقرای مهاجرین برای آن مردها و جوانهایی که همسر نداشتند یا همسر داشتند و حال همسرشون در مکه باقی مانده بود، اونا حالی هجرت نکردند، فقط خودشون هجرت کردن بار اول، همسراشون در مکه هست، یعنی شخصیت هایی که بی همسر و این چنین کمبغل برای یک نفر خانه ساخته نمیتونند. برای همین ها در جهت پایان مسجد، آخر مسجد، یک جای ساختن به نام اهل صفه گفته میشد. صفه یعنی از زمین یک وجب زایدتر بالای بالاکتر کردن تا اینکه در بالاش برآمده مردم زندگی میکردن. در آخر مسجد برای کمبغل ها هم جای ساختن، بالاش پشتگی بود. مردم کمبغل ها در آنجا در بعضی روایات قریب 300 نفر اونجا موقتا بود، یعنی آدم تا خانه دار شدنش یا تا خانه پیدا کردنش یا عائله دار شدنش اونجا زندگی میکرد، یعنی تا شرایط پیدا کردنش. ببینید مردمی که بی خانه هستند چخیل ما اونها رو جابجا کنیم، یعنی راهبری کشور وظیفه دار است که مردمش جایگیر کنه با جای خواب، با طعام، با لباس، برای آنها شرایط مهیا کنند. و امروز که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، اولین روز است، نه مبلغ دارند نه بودجه دارند، مسجد ساختند و در پایان مسجد همین گونه جای ساختند برای آن آدمایی که این در زمانهای بعدی در دولت‌های اسلامی این چیز به نام وقف بود، یعنی خانه ها می ساختن و این چیز حالی هم مشروع هست. کسی اگر پولدار باشد همین خیل عمل ها را اجرا کنند، یعنی خانه می سازد، خانه های مثلا یک حجرگه یا 2 حجرگه برای شخصیت هایی که محتاج هستند می دهید موقتا بی پول تا یافتن خانهش، تا خانه خریدنش یا تا خانه به اجاره یافتنش، موقتا تا اینکه در کوچه نماند، تا یک شرایط پیدا کردنش جای می دهید و شما اجر می گیرید. اون 2 ماه میشند یا 6 ماه میشند، بعد برآمده میرد. همین گونه مردم به این خیل جایها تامین میکنه. این بود و این چنین دویمین وظیفه مسجد. این چنین غیر از مردها بعضی زنهای مهاجرات هم بودن، بعضی زنها هجرت کردن یا مسلمان شدن آمدن، شوهر ندارن ولی خانه هم ندارن، در یک کنج دیگری مسجد برای آنها خیمه زده میشد، یعنی علاهیده خانه چه کرده میشد، اونا موقتا در آنجا زندگی میکردن. این چنین مکانی تعلیم علم بود، یعنی وزارت معارف، هم مکتبی بچه هایو، چون که کودکای معیده هم به مسجد می آمد، از کودکی گهواره دیده تا کلان سال، خیلی نبود که مثلا 18 سال پایان به مسجد نبیاید. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در روایت بخاری مسلم است، امامه دختری زینب دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم نبیرشون به مسجد برآوردن. فاذا سجد وضعها، وقتی که به سجده میرفتن به زمین میگذاشتن. و اذا قام رفعها، وقتی که به نماز میخستن قیام به دستشون میگرفتن و بار در نماز سجده کردند و نخستن از سجده،
مردم ترسیدن که بر رسول الله صلی الله علیه و آله اگر یگان حادثه شد برای چی الله اکبر نمیگن؟ بعدی نماز گفتن که این اونجا حسن بود یا حسین بود، یکی از نبیره هاشون به بالاشون برآمده است وقتی که سجده کردن. اگر رفت و خیزن می افتید، بنابراین تا فرآمدنش منتظر ماندن. این دلالت میکند که می آوردن. و این چنین گاه پیامبر صلی الله علیه و آله با نیتی نماز طولانی کردن نماز میگذاشتن، شروع میکردن الله اکبر گفته. مقصدشون سوره در آستر خواندنی بودن که ناگاه آواز گریه یک کودکی را شنیدن در داخل مسجد و نماز کوتاه‌تر خواندن. برای چی؟ همچون مهربانی به مادرش، چون مادرش الکی در تشویش میشه. وقتی که فرزندش گریه میکند او هوش و خیالش به فرزندش میره، تشویش میشد که تیزتر نماز تمام شد و نماز سبکتر میخوندن که سبک شود برای مردم. گفتن بنابراین امام ها را هم توصیه کردن که در پشت شما آدمای بیمار هست، کاردار هست، پیرکی ها هست، کودکدار ها هست، نماز سبک خوانید. گفتن نماز پره خوانید و سبک خوانید. بنابراین حضرت انس گفتن که در پشت یگان امام نماز نخواندم که نمازش هم مکمل ترین باشد و هم سبک ترین باشد. نه اینکه این خیلی ارکاناش به جا نمیبره، از رکوع نخسته به سجده میرد، از سجده نخسته به سجده میرد. بعضی امام هایی که بی نهایت نماز تیز میخونن، نه، اتم صلات، تمام نمازش مکمل بود و با اخف صلات نمازشون سبکتر بود. مانند رسول الله صلی الله علیه و آله امامی را ندیدم که نمازش پره باشد و با نمازش سبک باشد. بنابراین این حدیث ها دلالت میکند که کودک ها در مسجد ها اشتراک میکردن. و این چنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله بعضی سوال ها را دادن، عبدالله ابن عمر میگوید که خواستم که جواب دهم دیدم که من از همه خردترین قوم هستم، سکوت کردم. این دلالت میکند که کودک ها به مسجد میرفتن. اونجا یک جایی بود که هم مکتبی میانه، هم باغچه و هم دانشگاه و دانشکده، هم اکادمی بود. متخرجان این جامعه، تمام کننده های این مدرسه یا این دانشگاه یا این اکادمی، شخصیت هایی بودن که اکثرش امیر شهر، رئیس ولایت و خلفای مسلمان ها، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، اینا همشون بعد پیامبر صلی الله علیه و آله خلیفه تمام مسلمان های دنیا بودن. یعنی امیر منطقه شهری نبودند یا یک کشوری نبودند، به تمام مسلمان های دنیا حکم فرما بودند. همه آنها ختم کننده های همین مدرسه بودند که دیوالش عبارت از خشت خام و بالای شیفتش عبارت از شاخ درخت بود. لیکن اون مسجد آباد بود. اونجا آبادی معنوی بود، اگرچه آبادی مادی به امروزه حیات اگر قیاس کنید نداشت. قالین نداشت، گلیم نداشت، کاندیسنر و خنک کنک و گرم کنک و این چیزا نداشت، ولی که تربیه نیک داشت. تربیهش تا امروز دسترس است. اون چه خیلی مبارک مدرسه بود که اون تعلیمی که در مدت 10 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا تعلیم دادن تا امروز و تا قیامت انشاءالله باقی میماند. اثر اینه که اون تربیه. بنابراین مکان تعلیم و تربیه و مکان تعلیم علم بود. حتی مکان گفتن شعر و دفاع از پیغمبر و از اسلام بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی صحابه های شاعر را وظیفه دار کردن که عجیب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و روح القدس معک، از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب گردان، یعنی شعر گو. و وقتی که حسان ابن ثابت در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شعر می گفت، حضرت عمر را دید که روی ترش کردند، یعنی از شنیدن شعر در مسجد کمتر ناراحت شدند. بعد حضرت حسان گفتند که کنت انشد فیها و فیها من هو خیر منک، من در این مسجد شعر میگفتم، در این مسجد از تو بزرگتر آدم ها وجود داشت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرادش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یعنی من در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم شعر میگفتم، اون کس چیزی نمیگفتن. تو امروز روی ترش میکنی. دیگه عمر رضی الله عنه چیزی نگفتن.
خلاصه مکانی بود که در آنجا شعر هم گفته میشد. حتی در روزهای عید بازی و گوشتینگیری هم میشد. یعنی در اون زمان دیگه جان نبود، شرایطی همان روزه به همین یعنی که به طلبات موافق بود. این چونین جای تقسیمات طعام و خیرات بود، خیلی که در حدیث بخاری آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره را به صدقه فطر وظیفه دار کرده بودند که جمع آوری میکرد. روز عید آمده پیش از نماز عید به فقرا و مساکین صدقه ها را تقسیم کرده. و این چون این جایی بود که یک آدم آمده شکایتش را به راهبری دولت در همان جا میگفت. یا رسول الله به سرم چون این مشکلی آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلش را حل میکردن. یعنی در داخل مسجد بود همش. و این چون این جای قانون براری پارلمان هم مسجد بود. قانون ها را به مردم تعلیم میدادن. امروز از آن فرض شد، وقتی که مسجد ساختن از آن فرض شد، قامت مشروع شد، امر معروف و نهی منکر مشروع شد، نکاح و طلاق و تمام احکام، حتی نکاح هم گفتن که نکاح اعلام کنید و در مسجد کنید. نکاح هم در مسجد میخوندن. یعنی وزارت عدلیه که مثلا ثبت نام و نامش هم یا رسول الله فرزنددار شدم نامش چی گذارم، نامش فلانی گذار، نامگذاری، عقد نکاح. حتی اگر به امروز قانون ها نظر کنیم، یعنی مؤسسه های اصلاحی، یعنی زندان و محبس ها هم به وزارت عدلیه نگاه میکنند. این هم در داخل مسجد بود. یعنی که بعضی آدم ها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در داخل مسجد حبس کرده بودن. بنابراین امام بخاری گفتن که باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، در صحیح بخاری است. گفتن که باب آیده این که اسیر یا اینکه شخص غریم، قرضدار، یعنی ماده 247 امروزه آدم پول میگیرد نمیگرداند، یکی آدم ها در مسجد در ستونهاش بسته میشد، حبس میشد تا مادامی که یعنی که آزاد نشود. حدیث هم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردن در زیر همین باب که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یک عفریتی از جن آمد شبانه تا اینکه نماز من را ویران کند. یک عفریت یعنی یک شیطانی سرکش آمد تا اینکه نماز من را ویران کند. پس الله تعالی برای من امکانیت داد که او را قپم گفت، یعنی شیطان را دستگیر کرد. بعد گفتن که فاردت ان اربطه الى ساریه من سوار المسجد، خواستم که به یکی از ستونهای مسجد بسته مونم، شیطانم بسته مونم، برای چه حتی تصبحوا و تنظروا الیه، حتی سحر شما به نماز بیایید و نگاه کنید. در بعضی روایات تا اینکه کودکای مدینه با وی بازی کنند. بازی مقصد اون دست و پاش بستگی است، تحقیرآمیز با شیطان. خواستم فذکرت قول اخی سلیمان، ولی قول برادرم سلیمان را به خاطر آوردم. گفته جزئی دعای سلیمان را با همین لفظ آوردن، رب هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار برای من ملک ده که برای کسی بعد من ندهی. دعای حضرت سلیمان بود. اصلش در سوره صاد آیت 35 است، قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگارا گناه مرا مغفرت کن. حضرت سلیمان دعا کردن گناه مرا مغفرت کن و برای من ملک ده که بعد من به کسی ندهی، برای من ملک ده که به دیگر کس ندهی. بنابراین از همه شخصی بای در دنیا حساب میشن، چون که وقتی که ملکه سبا من نزدشان برای دیدنشان آمد، کوچه ها رو چندین کیلومترها به جای اینکه اسفالت کنند از طلا کرده بودن، دیوال ها از طلا بود. این کار یعنی که شاه‌های امروزه و پولدارهای زمانه‌های ما و پیشینه ها نمیتونن که اولین شخصیتی که با هواپیما میگشتن، اگرچه عبارت از قالین بود، شمال در اطاعت ایشان بود، یعنی از این کشور به این کشور با واسطه شمال میگشتن. از جمله جنها در اطاعت سلیمان علیه السلام بود. فرمان سلیمان علیه السلام رو نه فقط انسان ها، حتی جنها اطاعت میکرد. علمنا منطق الطیر، ما زبان پرنده ها رو داده شدیم، با پرنده ها با حیوان ها سخن میکردن. سوره نمل خوانید، سوره مورچه ها، آیه سلیمان علیه السلام ذکر شده است. یعنی نعمتی داده شدن که کسی داده نشده است. 1000 پول مال داده شده باشدم به سلیمان برابر نمیشد.
چونکه با تمام حیوانها، هدهد، مورچه، با حیوانهای و پرنده ها سخن میکرد و در اطاعتشان بود. چخیلی که هدهد خبر را میبرد، مکتوبشان را میبرد، خبری قوم را برایشان می آورد. این خیلی ملک داده نشده بود. بنابراین گفتن که سخنی برادرم سلیمان به خاطرم آمد و شیطان سر دادم. یعنی خواستم که بندم، اگر گناه میشد نمیبستم. یعنی مسجد وظیفه زندان داشت. ببینید امام بخاری استنباط کرده آوردن. و این چنین حدیث دیگر در پایان همین گفتن که باب الاغتسال اذا اسلم و ربط الاسیر ایضا فی المسجد، باب درباره غسل کردن اگر آدم اسلام قبول کند. یعنی مشروع است که کسی کافر باشد مسلمان باشد باید غسل کند. و این چنین بستن اسیر در مسجد گفتن. بستن یعنی حبس همون روزه بود آخر. و کان شریح یأمر الغریم ان یحبس الی ساریه المسجد. شریح قاضی امر میکردن که آدم قرضدار به ستون مسجد بسته شود. آدم قرضدار به ستون مسجد حبس میکردن. یعنی مؤسسه اصلاحی بود، زندان و حبسی همون روزه بود. دولت شده شد دیگه، دولت دینگاه حبس هم دارد. بعد حدیثی را آوردن که ابو هریره رضی الله عنه میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله یک گروه اسب سواره ها، جنگاورا را، لشکری را فرستادند به سوی نجد، امروزه یعنی قسیم و ریاض و به همون طرفا. فجاءت برجل من بنی حنیفه، از قبیله بنی حنیفه مردی را دستگیر کرده آوردن که یقال له ثمامه بن اثال. نام اون مرد ثمامه ابن اثال بود. اون آوردن فربطوه بساریه من سوار المسجد. اون آوردن، یعنی این کار بیگاهی شد، آورده شبانه به مسجد به ستونی از ستونهای مسجد بستن. فخرج الیه النبی صلی الله علیه و سلم فقال اطلقوا ثمامه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سویش برآمدن، به مسجد در آمدن و دیدن که ثمامه در مسجد در ستونها بسته شده است. گفتن که اطلقوا ثمامه، ثمامه را آزاد کنید. گفتن کشایید، آزاد کنید، تمام حبسش با تمام مدتش به آخر رسید، آزاد کنید. وقتی که آزاد کردند از مسجد برآمد به نزد یک خرمای، درخت خرمای، فاغتسل، سپس غسل کرد، ثم دخل المسجد، سپس وارد مسجد شد. ببینید اسیر سر دادم و باشد غسل کرده، گشته در آمد و فقال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. من شهادت میدم که الله یگانه است، غیر او دیگه معبودی بر حق نیست و محمد رسول الله است. گفته اسلام قبول کرد. یعنی این حدیث ها دلالت میکند که مسجد همچون زندان هم استفاده میشد. این چونین همچون بیمارستان، یعنی که شفاخانه، وزارت تندرستی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیمات تندرستی را میدادند، کدام چیز را با کدام چیز استفاده برید، کدام چیزها ضرر دارد فایده دارد. و همین گونه بیمارها در مسجد طبابت کرده میشد. خیمه زده میشد در یک کنجی مسجد، طبیب ها آمده او را طبابت میکردند و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم او را عیادت میکردند. چه خیلی که سعد بن معاذ را عیادت میکردند. این چنین وزارت خارجه بود. تمامی نماینده های کشورهای دیگر را پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد پیشواز میگرفتند، در مسجد با آنها ملاقات میکردند، در مسجد با آنها گفت و شنید میکردند. و این چنین وزارت دفاع بود. لشکر از آنجا آماده میشد، تخطیط و نقشه‌گیری جنگ ها از آنجا میشد. و این چنین مکانی جمعشوی حاکم با محکوم ها، یعنی با خلقش، پادشاه با خلقش در یک مسجد نماز میخواند. بی یگان محافظ، یگان کس از پیغمبر صلی الله علیه و آله مردم منع نمیکرد. کسی خواهد اومده سلامت میکرد، اومده سوالش میداد. یعنی در زیر یک بام با راهبری اولی مسلمان ها، با راهبری خود میتونن جمع شوند، میتونن شکایت کنن، میتونن درد دل کنن. و این چنین رعیت هم یک جایی بود که مسجد اونجا خلق با هم دیگر وا میخوردن 5 مراتب اقلا. جایی واخوری خلق بود.
از احوال همدیگر با خبر میشد. یعنی مسجد یا عملهای زیادی را، وظیفه های بسیار را اجرا میکرد. یک فقط برای نماز نبود. در مسجد از همه مهمش شریعت رسانیده میشد که از همین مسجد و تمام دنیا دین مقدس اسلام پهن شد. این اولین عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده در مسجد کردند.